سلام دوستان، اومدم داخل این باغچه این آلوها را بهتون معرفی کنم. آلوهای سیاه خوب و بهترین خاصیت داری آلو سیاه هستش، خیلی خیلی عالی هستش، مخصوصا برای معده خیلی عالیه. و خواستم خدمتتون عرض کنم داخل این باغچه سبزیجات کشتیم، سبزی ارگانیک هستش با کیفیت، سبزی عالی خوب. اینم فلفل هستش، درخت فلفل. اینم درخت آلو هستش. اینجا میرم خدمتتون یه آلو زرد هست، خدمتتون عرض کنم آلو زرد بچینیم و فیلم مشاهده بفرمایید. فیلم این آلو زرد ارگانیک هستش، بسیار بسیار مفید است برای معده. خیلی آلو ارگانیک محلی. آلو بچینم یه مقدار. دوستان عزیز مشاهده بفرمایید. آلوی خیلی زرد قشنگ مخصوص خوردن. دوستان درخت خرمالو هستش. اینم خود خرمالو هنوز نرسیده. خدمتتون عرض کنم درخت انجیر ارگانیک، انجیر بسیار شیرین و خوب. اینم هم هنوز نرسیده. بسیار بسیار درخت انجیر خوبی هست، مشاهده بفرمایید. و اینجا پشت سرم شالیکاری هست. این منطقه شالیزار برنج هست. اینجا شالیزار برنج کامپیروز هست. این محوطه ها را مشاهده بفرمایید، خیلی قشنگ بکر. خدمتتون این فیلم ها را گرفتم که لذت ببرید انشالله. دوستان مرسی که ما را مشاهده فرمودید و ما را حمایت میکنید. دوستان عزیز ممنون، مرسی.